عزیزان دل، سلام دوباره خدمتتون عرض می‌کنم. برای اینکه بتونید نهایت استفاده را از این وبینار ببرید، حتما لطفاً توی یک محیط ساکت و آروم بشینید. حتما یک بطری، یک لیوان آب کنار دستتون قرار بدید و اینکه 2 تا کاغذ ما احتیاج داریم برای این وبینار. یک کاغذ می‌خوایم برای اینکه سوالاتمون رو بنویسیم. من به بچه‌ها همیشه میگم که بهش میگیم کاغذ ابری. تیز حس باشید. چیزهایی رو که من دارم به شما میگم، چیزهایی که من دارم در قالب یک معلم یا مدرس به شما عزیزان میگم، چیزهایی که خودم توی کلاس استفاده میکنم. پس شما هم دقیقاً میتونید توی کلاستون همین نکات استفاده کنید. بچه‌ها میخوان با همدیگه صحبت کنن. بچه‌ها یه کاغذ داریم، کاغذ ابری. هر سوالی داری، اصلا نامه میخوای به دوستت بنویسی، داخلش بذار و داخلش بنویس و بعدش توی زنگ تفریح بده به دوستت. این کاغذ ابری حکایتش همونه، اون برگ چک نویسش که میخوام شما سوالاتتون رو داخلش بنویسید و در پایان وبینار استفاده کنید. و جزوه و قلم برای نوشتن دوباره. بریم سراغ این که اصلا قراره توی این وبینار چی یاد بگیریم. این وبینار صفر تا آنجایی که من میدانم در مورد پوشش کار هست، تا جایی که من میدونم، تا جایی که شما قراره یک چیزی رو بدونید. 0 تا 100 توی هیچ چیزی وجود نداره. 0 تا 100 هر کس متناسب با شرایط و محیطی هست که داره کار میکنه، داره در اون زندگی میکنه. پس هیچ 100 معنایی نداره در هیچ جایگاهی. حالا قراره که این چیزهایی که شما یاد بگیرید و کی بهتون بگه؟ قرار مریم عبداللهی، کسی که کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد معماری داخلی داره و 5 سال سابقه تدریس در پایه 3 رو داره، بهتون آموزش بده. خیلی اتفاقی معلم شدم و خیلی اتفاقی تر عاشق معلمی شدم و هدفم از معلمی همیشه این بود که بتونم متفاوت باشم با اون چیزهایی که میبینم و میشنوم، با معلم‌هایی که خودم داشتم و با معلم‌هایی که دارم در سطح فضای مجازی، فضای واقعی یا هر جای دیگه میبینم. قراره توی این وبینار چی یاد بگیریم؟ من یه تلنگر میخوام بهتون بزنم. اون هم اینه که شما در حین این وبینار دارید یک روش تدریس هم یاد بگیرید. یعنی یک الگوی تدریس، بهتره بگم یک الگوی تدریس هم یاد میگیرید. منظورم چیه؟ آخر وبینار میگم. اون حرف کار انگلیسی اشتباه تایپی نیست، دقیقاً درست اونجا تایپ شده. میخوام یه سوال ازتون بپرسم. اون هم اینه که این سوال الان شما جواب بدین. در مورد پوشه کار چی میدونید؟ هر کسی یک جمله لطفاً به من بگه در مورد پوشه کار چی میدونید. سلام بر عزیزان تازه وارد. در مورد پوشه کار چی میدونید؟ سوالم الان از شما اینه. فعالیت دانش آموز در طول سال تحصیلی. خانم طاهری اولین نفر بودن. تمام فعالیت‌های مربوط به کلاس. اینقدر تون مشاهده داریم. این معلمان مهرماه میریم سر کلاس هیچی نمیدونیم. خب حالا اون توی مرحله آخر خبری خوشمونم بهتون میدم. مجموعه کارهای در طول سال تحصیلی، نمونه عملکرد دانش آموز و معلم در طول سال تحصیلی، 0 تا 100 فعالیت دانش آموز، فعالیت کلاسی در طول سال تحصیلی، پوشش فعالیت‌های کلاسی، ابزار ارزیابی. مرسی، خیلی قشنگ بود جناب میرزایی. خلاصه کار معلم و دانش آموز در طول سال تحصیلی، درست فعالیت معلم. تقریبا همه عزیزان جواب‌های شبیه هم میدن. مستنداتی که قرار ما داشته باشیم برای ارزیابی. صحبت شما کاملا درست بود، اما میخوام بهتون بگم که قراره که توی این وبینار در مورد چه چیزهایی بدونید. اون اندوخته هایی که داریم، اون دانشی که داریم کاملا درست سر جای خود. قرار یه مختصری در مورد این که اصلا پوشه کار چیه، انواع پوشه کار چیه، هدفمون از تشکیل پوشه کار چیه، اجزای پوشه کار چیا هست، اجزای داخلیش، اجزای خارجیش، چه چیزهای متغیر و چه چیزهای ثابت هست، چه چیزهایی رو نمیتونیم حذف کنیم و چه چیزهایی باید باشه، چه چیزهایی میشه کلا نادیده گرفت. اینکه پوشه کار بازرس پسند چیه که در ازای این جمله من یک
تیکه سنگین از یکی از بازرسین شنیدم دیشب که حالا دقیقاً پیامشون رو بعداً توی گروه برای شما میذارم، یه استوری میذارم که ببینید. اینکه چطوری ما معلم ها اطمینان حاصل کنیم توی کلاس 30-40 نفره، توی کلاس 30-40 نفره پوشه کارهامون همش درسته. ببینید ما الان معلمای اینجا هستیم که رسمی، دولتی، اصلا نومعلم. به من بگید، به من لطفاً بگید اینجا چند نفر نومعلم هستند؟ چند نفر نومعلم هستند؟ نومعلم ها دستا بالا، دستا بالا، یا بنویسید من یا دستا بالا. من دستا بالا. چرا نداریم؟ این همه داریم. خانم کامران سلام، وقت شما هم بخیر باشه. یک عالمه نومعلم داریم. چند نفر از عزیزان معلمان غیر انتفاعی هستند؟ معلمان غیر انتفاعی دستا بالا. من چند نفر معلمان مدارس دولتی هستند؟ پس میبینید نومعلم داریم، معلم مدرسه غیر انتفاعی داریم، معلم مدرسه دولتی داریم. خیلی تفاوته. چقدر من با مقنعم درگیرم چون حس میکنم قشنگ نیست، اما اینجا خوب دارم میبینم. ما جامعه آماری داریم برای معلمی که توی مدرسه غیر انتفاعی، جامعه آماری داریم برای معلمی که توی مدرسه دولتی، جامعه آماری داریم برای کسی که اصلا هنوز توی کلاس نرفته و نومعلمه. بهشون تبریک میگم. ما چند دسته معلم داریم. هر کس، من حرف آخرم اول میزنم، هر کس این چیزهایی رو که من میگم باید با توجه به شرایط خودش برداره، شخصی سازی کنه. پس خیلی مهمه که شما کجا کار میکنید، چه انتظاراتی ازتون دارن و چه چیزهایی ازتون میخوان. قوانین جلد پوشه کار چیه؟ مدیریت زمانم برای تنظیمات پوشه کار چیه؟ و اینکه همکاری دانش آموزا چطوری باید باشه در مورد پوشه کار. نومعلم عزیز، یکی از استرسایی که میدونم همیشه دارین بحث مدیریت زمانه. سال اول همیشه زمان کم میارید. ای کاش چیزایی که الان میخوام بهتون بگم یکی سال اول به من گفت که اینقدر پوستم کنده نشه. پس خیالتون راحت باشه. دوستای عزیز، اگر حواستون نباشه من خیلی از موارد رو توی جزوه نیاوردم و طبق توضیحات من باید یادداشت کنید. من فقط تیکه تیکه آوردم. پس خواهش میکنم دقتتون بیشتر باشه. حواستون مال من. اصطلاح من سر کلاسم اینه: حواست مال منه، حواست مال منه. زل میزنم تو چش دانش آموز، حواست مال منه. حواسش که پرت میشه، هر کی حواسش با منه بله رو بهم بفرسته، یعنی برام بفرسته که پر انرژی شروع کنیم بریم ببینیم قراره چی کار کنیم. بله هاتون کو؟ بله هاتون کو؟ مرسی 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 مرسی. بله 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 بله. و اما پوشه کار چیه؟ پوشه کار، کارپوشه، پوشبرگ، هر چیزی پوشه برگ، ببخشید پوشبرگ که یه چیز دیگه است، پوشه برگ هر چیزی بهش میگن. و قراره که ما چی کار کنیم با این پوشه کار؟ پوشه کار در واقع ابزاری هست که یک معلم بتونه روند تحصیلی یک دانش آموز رو در طول سال تحصیلی، تک تک کلمات هم رو دقت کنید، روند پیشرفت یا پسرفت، کلا روند ارزشیابی یک دانش آموز در طول سال تحصیلی رو ببینه، بازدید کنه و نسبت بهش اشراف داشته باشه. چرا؟ یک، مهمترینش رو میگم، به خاطر خود دانش آموز که بدون کجای کار قرار داره. دو، به خاطر اینکه به اولیای دانش آموز اون چیزها رو ارائه بده و بهشون بگه بچه شما الان توی چه سطحی هست، داره چی کار میکنه، آیا پیشرفت داشته، آیا پسرفت داشته. ببینید واقعیت اینه که من وقتی مادر باشم با وقتی معلم باشم خیلی متفاوتم در جایگاه‌هایی که هستم. مادران، پدران و کلا اولیا به شدت نگرانن، همیشه نگرانن و
اولین مقصر پسرفت بچهشون رو روش تدریس من معلم میدونن. اینو همیشه از من یادگاری داشته باشید. شما اولین مقصرید. انگشت اتهام پسرفت دانش آموز از سمت خانواده به طرف شماست. با بچه‌م بد حرف زدی، خوب درس ندادی، کارش رو درست انجام ندادی و و و و همیشه هم دارید. شاید سال اول بیشتر این اولیا رو داشته باشید، کم کم که نحوه برخورد باهاشون رو یاد بگیرید، تعدادشون کمتر میشه، نهایتا میرسه به سال یکی و تمام این موارد هست. پس اون اولیا خیلی مهمه. بعد از اون برای اینکه به کادر آموزشی مدرسه‌تون، به ارزیابی که میاد توی کلاس یا راهبر آموزشی یا بازرس، من کلا میگم بازرس، خودتون دیگه بدونید راهبر آموزشی منظورم هست، به اونها ارائه بدید که روند کاری خودتون رو براشون مشخص کنید و بهشون بگید که چه کارهایی رو در طول سال تحصیلی شما انجام دادید که درست قضاوت بشید. گرچه اگر بازرسی آدم عادلی نباشه، مطمئن باشید شما تمام این کارها رو هم انجام بدید، باز هم متهم میشید، باز هم محکوم میشید و این یک چیز کاملا طبیعی هست. پس ما به خاطر اینکه بتونیم این موارد رو بدونیم باید حتما یک پوشه کار داشته باشیم. اما انواع پوشه کار چیه؟ ببینید، یک مدل پوشه کار داریم که بهش میگن کلر بوک. به این صورته، دقیقا این شکلیه. میتونن داخلش برگه اضافه کنن، اینجا اینا رو باز کنن، برگه اضافه کنن و برگه کم کنن از این کاورها. مدل های دیگه ای هم هست که کاورهاش ثابته، زبونم گرفت، کاورهاش ثابته. مدل دیگه اصلا ببینید توی قوانین و بخشنامه ها میاد میگه شما یه دونه پوشه مثلا کاغذی بردار، اصلا بیا بالاشو پانچ بزن، از این نمیدونم اسمش هم چی، اینا که میزنن بالای پوسته برای اینکه برگر پانچ کردن داخلش بزنن، اسمش یادم رفت، کسی میدونه اسمش چیه؟ گیرای کاغذی، اصلا اینجوری بذارید. اما درسته، یا حتی پوشه دکمه دار شما میتونین جای کلر بوک استفاده کنین. اما چیزی که میخوام بهتون بگم، واقعیتش اینه بهتون اینا رو میگن، اینا ایدئال ذهنیه که توی کتاب ها نوشته و درست هم هست، به خاطر اینکه دانش آموز پول نداره. توی مدرسه دولتی شما دانش آموز اتباع داری، دانش آموز ایرانی داری که اصلا به نون شب محتاجه. بعد اون موقع شما میخوای بهش بگی برو مثلا 200,000 تومان یه دونه کلر بوک بخر، نمیتونه، شرایطش نیست براش. یا حتی دانش آموز غیر انتفاعی، همه بچه‌ای که توی غیر انتفاعی هستن که خیلی پولدار نیستن، خیلی هاشون به خاطر اینکه واقعا دوست دارن پدر مادرشون جای خوبی تحصیل کنن، اومدن حالا با 1000 سختی بچه‌شون رو توی غیر انتفاعی ثبت نام کردن. بله میتونید از اونها استفاده کنید، اما اگر خودتون دیدین، شرایط رو سنجیدید، دیدید که میتونید کلر بوک، از این کلر بوک ها به بچه ها بگید تهیه کنن، از اینا تهیه کنن. اگر نتونستند هیچ اشکالی نداره. بهترین کار هم این هست که بچه ها از همینا استفاده کنن. یعنی جایی هستین که بچه ها بتونن از همین کلر بوک هایی که برگه اضافه و کم شه استفاده کنن، خیلی بهتر هست. چون که از کلاس اول تا کلاس ششمشون میتونن نگهداری کنن، به شرطی که البته دانش آموز منظمی باشن. اما اگه دانش آموز شلختی باشن، نه، همون سال اول داغون میکنن. به خاطر این حرفو میزنم چون تو کلاس اول یه تعداد برگه میخواد، تو کلاس ششم یه تعداد برگه دیگه من متغیر هست و هزینه ها کمتره. اما اگر شرایطش رو دانش آموز نداره، خواهش میکنم خانم معلم، آقا معلم، دانش آموزتو درک کن. دانش آموز شما نتونست چیزی رو تهیه کنه، فشار نذارید روی خانواده ها، معلم بد نباشید برای بچه ها. اینا نکتهایی که من حاضرم روش قسم بخورم. توی هیچ ضمن خدمتی به من نگفتن، توی هیچ دانشگاهی به من نگفتن. اگه به شما گفتن، دم شرف اون استاد گرم، دم واقعا اون انسانیتش گرم که این چیزا رو به شما یاد دادن. به من یاد ندادن، من تجربه کردم که دارم به شما میگم. به خاطر همین خیلی تاکید دارم روش. اجزای پوسه کار
پوشه کار چه اجزایی داره؟ پوشه کار یک سری اجزای داخلی داره. از اینایی بگیرم. یک سری اجزای داخلی داره که میشه این برگه ها. یک سری اجزای خارجی داره. اجزای خارجی چیه؟ اجزای خارجی پوشه کار منظورمون جلد رو، جلد پشت و عطف پوشه کار. باید چی کارش کنیم؟ منظورمون چیه؟ اصلا تکلیفمون با این قسمت چیه؟ مگه این جاها رو باید کاری کنیم؟ بله. اگر شما معلم کلاس اول باشی، معلم مدرسه غیر انتفاعی باشی، واقعیتش اینه که خیلی این کارو توی چشمه و کارهایی که بهتون ایدهش رو میدم و بقیهش رو دیگه مسیرش رو خودتون برید که مطمئنم عالی هستید، کاری میکنه که شما خاص باشید. این خاص بودن همین چیزای کوچولو کوچولو جزئیه. اول از همه قسمت اینجا رو بهتون بگم. وقتی شما بچه‌ها میخوان پوشه ها رو بذارن توی کمد، بچه‌های شما به این حالت میذارن. درست گرفتم؟ آره. به این حالت میذارن. وقتی به این حالت میذارن یعنی اینکه این قسمت اسمشونه، شمارهشونه. ببینین به ترتیب میگم. شماره دانش آموز. اگر تصویر من رو میخواید بزرگتر باشه، تصویر من بزرگتر کنید. بذارید من اینجا هم یه لحظه تصویر رو بزرگتر کنم که کامل ضبط بشه. بله. ببینید به ترتیب این قسمت شماره دانش آموز، اسم دانش آموز، نام و نام خانوادگی. من اینجا رو امسال نزدم. اینجا یه برگه کوچیکی هست براتون، فرماشو گذاشتم. براتون فرماشو طراحی کردم، گذاشتم. بتونید این فرم قسمت اینجا به صورت ورده، اگه درست بهتون میگم، آره جوری هست که بتونید ادیت کنید. اسم مدرسه، اسم ناحیه، نام استان و اسم معلمی، همچین چیزی اینجا به صورت کوچیک گذاشته میشه. برای بچهای کلاس اولی اینجا رو میتونید عکس بذارید، حالا یا اینجا فرقی نمیکنه. عکس 3x4 بچه‌ها رو میچسبونید. چه جوری بزنیم؟ خانم عبدالله اینو چه جوری گذاشتی؟ اینو میتونم باز کنم اینجا از این قسمت برگه. ببینید انگشتامو دارم اینجا داخلش میکنم. این برگه ها رو خود من طراحی کردم. میتونید طراحی کنید اسم بچه‌هاتون رو دقیقاً طبق حالا اندازه مشخص بذارید اینجا. اما ممکنه یک سری هاشون پوششون این مدلی نباشه. چسب 5 سانتی بگیرید بچسبونید. چسب 5 سانتی که بگیرید میتونید راحت بچسبونید. برای جلد رو و جلد پشت ایده هایی که بهتون میخوام بدم، تصویر رو کوچیک کنم. برای جلد رو و جلد پشت، جلد رو شما میتونید ببینید. من این کاری که میخوام بهتون بگم خودم به شخصه انجام ندادم، ولی زمانی که داشتم طرح وبینار رو مینوشتم ایدهش رسید به ذهنم. توی مدارس دولتی که همکاری کادر آموزشی نباشه و برگ چاپ نشه این کارا سخت، ولی توی مدارس غیر انتفاعی خیلی راحت میتونید استفاده کنید. توی بحث بذارید دقیقاً از روش بگم. توی قسمت رو میتونید اصلا یه فرم مشخصات برای بچه‌ها خودتون طراحی کنید به جای اون فرمی که میذارن صفحه اول. و یا خانم عبدالله اول سال چیکار کنید؟ این نقاشی‌ها، این فرما، این رنگ‌آمیزی‌ها رو به بچه‌ها میدید. نه مثلا یه کاربر طراحی می‌کنیم مدرسه رویایی من، سایزش هم سایز مثلا A5 میگیریم که نصف برگه باشه. روی جلد هر کسی یه کادر بالاش می‌نویسن مدرسه رویایی من برگه طراحی کردم. اینجا یه کادر بچه‌ها مدرسه رویاییشون رو میکشن. شما از همین میفهمی که کلاست و نوع روش تدریست بچه شکلی باشه، چه نوع بچه‌ای داری، تیپ شخصیت بچه‌ها اکثرا چیان. جلد پشت چیکار کنم خانم عبدالله؟ جلد پشت رو یه دونه فرم نظرسنجی طراحی کنید. وقتی آخر سال رسیدید به بچه‌ها بگید که بچه‌ها دیگه پوشه کار تمام، سال تحصیلی هم تمام، برید این فرم نظرسنجی که طراحی کردین جلد پشت چسبوندید، برید به اون سوالا جواب بدید. بعدن که جواب دادن میتونن اون برگه ها رو حالا مثلا چسب درست رو بکنن به شما بدن. میتونید ازش عکس بگیرید، میتونید باهاش کلیپ درست کنید و میتونید بفهمید که بعد از 1 سال تحصیلی با بچه ها چی کار کردید. آیا معلم خوبی بودید؟ آیا معلم اثرگذاری بودید که بعد از چند سال به یادتون باشن و دوستتون داشته باشن؟
هم از قسمت جلد. برای پایه اولم که گفتم حتما میتونید عکس بذارید، چون بچه‌ها اول عکس خودشون میشناسن، نمیتونن هنوز بخونن و بنویسن. و اما قسمت اجزای داخلی. برای پیش دبستان من ندیدم که بگن پوشه کار الزامی هست، چنین چیزی رو ندیدم برای پیش دبستانی، هیچ موقع نشنیدم. حالا میشه غیر انتفاعی باشه که برگردن بگن نه مثلا ما میخوایم داشته باشید. دقیقاً همین روندایی که دارم بهتون میگم و ساده سازی کنید. ببینید من با توجه به پایه سوم ابتدایی خیلی چیزا رو تخصصی بهتون گفتم، شما بیاین ساده سازی کنید. ساده سازی که بکنید میتونید تا کلاس، میگم تا کلاس، تا پیش دبستانی هم بیاد و استفاده کنید. هر کس هر جور میتونه بذاره، اصلا کاملا سلیقه این چیزها، ولی به شرط رعایت قوانینش و به شرط اینکه ته کار بگن که دیدی خانم فلانی یا آقای فلانی چی کار کرده، برو پوشکار اونو ببین توی کلاسش، برو پوشکار اونو نگاه کن و مثل اون تنظیم کن. همیشه به این چیزا که فکر کنید سعی میکنید بهترین ها رو ارائه بدید. ظرفیت کلاس ما افزایش دادیم. ظرفیت تا 800 تا 900 نفر بوده و حتی 800 خورده نفر گرفتن جمع شیرازی، اما متاسفانه پشتیبانشون جواب من رو نمیدن و نتونستم که از این قسمت درستش کنم. واقعیت اینه. اما آقای شیرازی، من حالا اگر با دوستان دیگه در ارتباط هستین همین الان بهتون میگم نگران نباشید. بهشون بگی نگران نباشن، بچه‌ای که توی گروه هم هستن فایل رو ضبط میکنم و در اختیارتون قرار میدم. پیش به سوی ادامه میریم سراغ اجزای داخلی. اجزای داخلی چی باید باشه؟ ما نیاز به کد ملی عزیزان نداریم. الان لینک گروه ها رو نمیذارم، چون میخوام حواستون اینجا باشه. بریم سراغ اجزای داخلی. اجزای داخلی پوشه کار چی هست؟ اجزای داخلی پوشه کار که خیلی خیلی مهمه و تمامی پوشه کارها از کلاس اول تا کلاس ششم باید داشته باشند، شامل فرم مشخصات، نام خداوند، فهرست که دل بخواهی هست، صفحات جدا کننده، برگه های آزمون یا کاربرکار و برگه هایی که فعالیت های مشخصی داخلش داشتید و فرم های الزامی هست. فرم مشخصات چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ فرم مشخصات شامل نام خانوادگی، نام آموزگار، منطقه آموزشیتون، آموزش پرورش کدام استان هستید، نام مدرسه یا حالا جایگاه آموزشی که هستید، سال تحصیلی و پایه تحصیلتون هست. نام و نام خانوادگی دانش آموزم فکر کنم گفتم، نمیدونم یا جا انداختم. گفتم. چیزی که هست، چون بچه‌ها پوشکارها رو من میندازن زمین، نمیدونم میفته از دستشون، حواسشون نیست. به جای بسم الله الرحمن الرحیم، به جای آیات قرآن که خیلی از معلمای خلاق میان و استفاده میکنن، میتونید دقیقاً کاری که من انجام دادم، یک جمله کوتاه اون بالا بنویسید که نام و یاد خدا باشه، بعد فرمتون که دقیقاً همین فرما رو مجدد براتون هم دخترونش و هم پسرانش رو گذاشتم به صورت خام که بتونید استفاده کنید. و من گروه ها اعلام میکنم خدمتتون، نگران نباشید، لینکش رو میذارم، اصلا نگران نباشید، حواستون مال من باشه. و این فرم ها رو براشون پرینت کنین. اول سال دوباره تاکید میکنم، اول سال چیکار کنیم؟ خانم عبدالله مستقیم میریم سر درس ها. بچه‌ها عاشق نقاشی کردنن، بچه‌ها عاشق کار کردنن، اینا کارای اول ساله ها. اگه میتونین قبل سال تحصیلی لیست بچه‌هاتون رو دارین و هنوز مثلا خانم عبدالله مشخص نشده چند تا بچه دارین به این حال نیستین و خیلی خوشبختین مثلا من نیستین، برید و به تعداد بچه‌هاتون پرینت بگیرید و آماده کنید توی یک حالا پوشه خاص، توی اصلا ربان بزنید، بسته بندی کنید، هر کاری که سلیقه خودتونه
برای بچه‌ها بذارید که روزهای اول اینا رو رنگ‌آمیزی کنن، چون اینا نقاشی رنگ‌آمیزی و خیلی دوست دارن. اینا رو پر کنن. پر کردنش به ترتیب خودتون بگید چی بنویسن. حتی پای تابلو یک سری هاشو بنویسید. بچه‌ها هنوز از نظر املایی توی پای ششم داریم، از نظر املایی دچار اشکالن. توی پای ششم می‌بینی که هنوز نشانه ها رو بلد نیستن. بنویسید این موارد رو، فراموش نکنید. مورد دیگه صفحات جدا کننده هست که توی هر پایه متفاوته. صفحات جدا کننده متناسب با شرایط تدریس شماست، متناسب با پایه تدریس شماست، متناسب با این هست که شما میخواید پوشه کارتون رو در طول سال تحصیلی چیا بذارید توش، به چند درس تقسیمش کنید، چه پایه‌ای هستید. و اینکه حالا مثلا ریاضی، فارسی، علوم، باز هم ایده بهتون میدم. کاری که من انجام دادم، همین نقاشی های رنگ‌آمیزی که برای شما الان گذاشتم میتونید استفاده کنید. دقیقاً اینجا میتونید عکس، به بچه‌ها بگید عکس جلد کتاباشون رو پرینت رنگی بگیرن و بذارن، به عنوان صفحات جدا کننده بذارن. هر دو تا کار رو میتونید انجام بدید. اگر ایده دیگه هم به ذهنتون میرسه که دیگه چقدر عالی و خیلی هم خوب. و اما فایل اینام گذاشتم براتون، اینم نگران نباشید. بله، من اینو خدمت عزیزان عرض کردم. فایل رو میذارم توی گروه. فایل کلاس ضبط میشه. بذارید من اینجا بنویسم که خیالتون راحت باشه. و پینشم بکنم. و اما دیگه الان خیالتون راحت باشه. برای مثال اینکه حالا میخوام توی پایه سوم شخصی سازی کنم. شما این موارد رو اگر پایه‌تون مشخص شده خیلی سریع انجام بدید. توی همین هفته این کار رو انجام بدید، چون حجم کارتون در طول سال تحصیلی خیلی کمتر میشه و خیالتون راحت‌تر میشه. چیزی که هست اینه که برگه‌های آزمون رو باید متناسب با کتاب‌ها و چیزهایی که میخواید داخل پوشه کار بگذارید باید تقسیم بندی کنید. و اینکه توی هر پایه متفاوته. پیشنهادات من و روند من برای پایه سوم ابتدایی اینطوری هست. باز هم میگم نسبت به هر پایه، نسبت به شرایط هر منطقه حتی متفاوته. به خاطر اینکه یه منطقه میاد میگه که آقا برای چی هدیه میخوای بذاری، برای چی قرآن میخوای بذاری، برای چی نمیدونم اجتماعی میخوای بذاری. من مریم عبداللهی میذارم. چرا میذارم؟ چون کارهای تلفیقی همیشه انجام میدم. به خاطر انجام کارهای تلفیقی هست که مدیریت زمانم رو دارم و زمانم رو عموما مدیریت میکنم. همیشه نه، واقعا از دست آدم در میره، ادعایی نداریم. زمانم رو مدیریت میکنم. توی ریاضی سوم ابتدایی 8 فصل داره. شما میتونید از هر فصل 2 آزمون داشته باشید. انواع آزمون ها رو باید داشته باشید: تراکمی، عمل کردی، مداد کاغذی، آزمون ترمیمی، آزمون الان اینا رو یادم، اینا رو داشته باشید. فقط یک چیزی رو به خاطر داشته باشید: توی آزمون ترمیمی وقتی میخواید آزمون ترمیم بگیرید، حتما مثلا آزمون تراکمی دانش آموز خراب کرده، میایید آزمون ترمیمی میگیرید. آزمون ترمیمی رو باید منگنه کنید به آزمونی که خراب کرده، به آزمونی که خوب نداده. اینو باید منگنه کنید به اون و بعد توی پوشه کار بذارید، نه جداگونه. ریاضی سوم ابتدایی 8 فصل داره. میتونید از هر فصل 1 آزمون بگیرید، میتونید 2 آزمون بگیرید. یعنی 16 تا صفحه خالی، 16 تا کاور خالی. دقیقاً بخوام بهتون بگم چه شکلی نگاه کنید. دانش آموز اومده صفحه جدا کننده ریاضی رو گذاشته، بعد حالا آزموناشه. از این صفحات خالی 16 تا دونه یا 8 تا دونه متناسب با دانش آموزایی که دارید میشمارند و
وقتی که شمردن رها میکنن، بعد دوباره برگه جدا کننده بعدی. این کار رو اول سال انجام بدین که حجم کارتون پایین بیاد. توی فارسی ما 7 فصل فارسی داریم. از هر فصل باید 1 دونه املا داشته باشیم و 1 دونه آزمون. حتما توی علوم 13 تا 14 تا فصله، اما چون فصل دوم و فصل آخر عموما تلفیق میشن با هم دیگه، من نوشتم 13 در از 14 تا درسه، فصل نه درسه. اینجا هم میتونید 13 تا خالی بذارید، میتونید 26 تا خالی بذارید، به خاطر اینکه از هر فصل علوم میگن 1 آزمون عمل کردی و 1 دونه آزمایش که همون کاغذ مراحل آزمایش رو پر میکنن و مینویسن داخل پوشه کار بزنن. توی اجتماعی کارهای تلفیقی زیاد میتونید انجام بدید. خیلی از مدارس غیر انتفاعی میان و آزمون طراحی میکنن، آزمونای تستی، آزمونای تراکمی، و اونها باید 14 تا خالی بذارن. آب بنوشیم. چه نکاتی رو جناب ساکی؟ ما که هنوز نرسیم آخرش که چیزی رو یادمون بره. به هم بگید که اگر جا انداختم با کمال میل عرض کنم خدمتتون. توی هدیه و قرآن متناسب با درس هایی که یاد میگیرن، مثلا توی 3 ابتدایی درس کلن درس که نه، مفاهیمی که دارن، وضو گرفتن هست، نماز خواندن هست و روزه گرفتن. این 3 تا اصل خیلی بهش تاکید شده و حالا بحث اذان اقامه. کاربرگ های تلفیقی رو میتونید طراحی کنید که هم زنگ هنر اونها رو انجام بدن و اونها رو توی قسمت هدیه و قرآن بذارید، یا اصلا بزنید تلفیق هدیه، نوع آزمونتون تلفیق هدیه، قرآن و هنر باشه. چیز دیگه ای که هست، میتونید برای هدیه ها و قرآنتون کلا 3 تا برگه خالی بذارید که توی هر فصل 1 دونش رو توی هر فصل پاییز و زمستان و بهار 1 برگه رو بذارید، 1 کاغذ بذارید از فعالیت هاتون و بهترین فعالیت بچه ها. و اینکه توی هنر هر ماه 1 فعالیت یا هر ماه 2 فعالیت، باز هم متناسب با روندی هست که خودتون دارید. اینکه چه چیزی رو قصد دارید طراحی کنید برای پوشه کارتون. من ببینم جناب ساکی چی فرمودن. برای هر آزمون کاربر که پیشرفت دانش آموز مشخص در جهت است، مثلا تاریخ و بازخورد و توصیف هنوز نرسیدیم. بذارید من اینا رو بگم، بعد بگم که آزمونا باید چه شکلی باشه. چقدر عجله دارید؟ صبوری کنید. معلم باید صبور باشن. معلم بسیار باید آدمای صبوری باشن توی شغلی که هستن. و حالا بریم سراغ صحبتی که جناب ساکی کردن. آزمون هایی که یا برگه هایی که میخواد وارد پوشه کار بشه، باید 1 هدف داشته باشه، یعنی 1 مشخصات داشته باشه، 2 اهدافش مشخص باشه. مشخصات که میگم مشخصات دانش آموز، نوع آزمون، تاریخ که خیلی مهمه، تاریخ آزمونتون، زمان آزمونتون، هدف آزمونتون. حتما باید جدول ارزشیابی داشته باشه، حتما باید بازخورد معلم داشته باشه و حتما در انتها باید قسمت خودسنجی برای دانش آموز داشته باشه. برگه‌ای که این مشخصات رو نداره توی پوشه کار نذارید. بازرسی هست که بیاد قبول کنه ها، بگه آفرین باریکلا، به به، چه چقدر عالی کار کردی. بازرسی هست که بیاد مچتون رو در جا بگیره، بگه برای چی گذاشتی؟ برای چی برگه گذاشته که خودسنجی نداره؟ برای چی برگه گذاشته که اینطوری؟ ببینین میگن که آزمونای عمل کردی و آزمونای تراکمی فقط باید اهداف و نمیدونم این موارد داشته باشه. من به شخصه برای عمل کردی تراکمی، نمیدونم ترمیمی، تمرینی، املا، آزمایشات، برای همش این چند مرحله رو میرم. آزمایشات که نه، آزمایش که با بچه هاست، املا، ببخشید کاربرگ ها و حتی برگه های هنرشون که میام تلفیقی کار میکنم، تمام این مراحل رو میرم. 1 بار دیگه میگم، حتی 1 نمونه آزمون میذارم توی گروه ها. گروه هم 2 جا تشکیل شده، این رو هم بگم. یه گروه ایتا هست، یه گروه واتساپ هست.
لینکش رو میذارم، لینکش هم به عزیزانی که حالا نتونستن وارد بشن براشون ارسال کنید که توی گروه ها باشن، هر اتفاقی افتاد اونجا در جریان باشن و اینکه اونجا براتون نمونهش رو دقیقا میذارم. یک بار دیگه میگم مشخصات باید داشته باشه، مشخصات دانش آموز، معلم، حالا یک نام خدا، تاریخ، زمان آزمون، هدف آزمون، سوال مطرح شده، پایینش جدول انتظارات یا جدول ارزشیابی، بعد از اون بازخورد معلم، امضا با تاریخ معلم و خودسنجی. اینا چیزهایی هست که حتما باید باشه. امضای والدین رو من راستش سالها نمیذاشتم، اما صادقانه بخوام بهتون بگم این هست که امسال به ما گفتن که نه، برگه ها بعد امضای والدین داشته باشه. اما دانش آموز اگه برگه رو برد و دیگه نیورد میخواین چیکار کنی؟ برای این قسمتش جلسه اولیا رو اگر ببینید اولیاتون رو بسنجید، اگر اولیایی دارید که نمیسازن باهاتون، حتما جلسه اولیا رو زیاد بگیرید و پوشت کارا رو ببینید. خودسنجی بچه‌های کلاس اولی به صورت شکست، لبخند و اخم. بله، برای تمام پایه‌ها. خودسنجی، آزمون، این چیزها رو اصلا الان وقتش نیست. اصلا میدونید، بذارید تا بهتون بگم. تازه چند تا اسلایده، 20 تا اسلاید ما تازه رسیدیم 12 و تازه هر کدومش کلی توضیح داره. آخر ساعت اگر زمان اضافی اومد توضیح مختصر میدم، اگر زمان اضافی نیومد اصلا نگران نباشید، چه گروه ها به سوالاتتون پاسخ میدم و البته یک وبینار دیگه هم در راه داریم که تمام اینها رو توش توضیح میدم. تمام اینا رو میگیم اصلا نگران نباشید. دوستان عزیز، ما کد ملی نمیخوایم به خاطر اینکه مدرکی قرار نیست صادر بشه. دوستان میگن صدا نیست. صدا دارید شما؟ عزیزانی که صدا دارن برای من بله بنویسن. خب ظاهرا که اشکال از اینترنت بعضی عزیزان هست. ادامه بدیم. پس این موارد رو شخصی سازی بفرمایید و شخصی سازی که کردید حتما خودتون متناسب با پایه‌ای که هستید انجام بدید. و اما فرم‌های الزامی داخلی پوشه کار چیه؟ کجا باید قرار بگیره؟ اصلا چطوری باید پر بشه و چیه جریانش؟ این فرم‌ها از پایه اول تا ششم هست. یه موردی هم توی پرانتز بگم، اگر که کادر مدرسه بهتون گفتن که نه نیاز نیست این فرما، اصلا واسه چیه، من خودم جواب میدم، نمیدونم، نمیخواد چاپ کنیم. ببینید این چیزهایی که ما تجربه کردیم و تجربیاتمونه، بدترین شرایط رو داریم در نظر میگیریم. اگر که کادر مدرسه این موارد رو گفتن به هیچ عنوان کوتاه نیاید. شده فایل رو بذارید داخل گروه مدرسه‌تون که دانش آموزا هستن پرینت بگیرن، این کار انجام بدید، چون بعدا برای شما واقعا مشکل پیش میاد. مورد دیگه بریم سراغ فرما. حواسم یه لحظه رفت توی بحث گواهی، ذهنم پرید. اولین فرم خودارزیابی، فرمی که توسط خود دانش آموز باید پر بشه. فرم ارزیابی والدین و فرم ارزیابی معلم. هر سه فرم برای شما مجدد میگم قرار داده میشه و میتونید استفاده کنید. هر سه تا فرم به شدت واجب هست. فرم خودارزیابی دانش آموز به این دلیل دو تا عکسی که اینجاست. بذارید ببینم اینجا رو گفتم. آره توی قسمت جلوتر گفتم، با این حال الان اشاره میکنم بهش. فرم ارزیابی معلم باید به صورت فصل به فصل پر بشه. یعنی چی؟ یعنی 2 بار در سال. و همچنین فرم ارزیابی
اولیا، یک بار پایان ترم یک بار پایان ترم 2. ولی ببخشید یک بار پایان فصل پاییز، یک بار پایان فصل زمستان و یک بار پایان فصل اردیبهشت. فرم ارزیابی معلم و فرم ارزیابی اولیا 3 بار پس باید پر بشه. پایان پاییز، پایان زمستان و پایان سال تحصیلی. اما فرم خود ارزیابی که در 2 نسخه هست، نسخه اول مهر، آبان، آذر، دی، پایان ترم اول دانش آموزا پر میکنن و بعدش بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت. پایان اردیبهشت دوباره دانش آموزا اون قسمت اون سمتش رو پر میکنن. و اینکه بریم ببینیم قراره چه شکلی مدیریت زمان داشته باشیم نسبت به بحث پوشه کار. مدیریت زمان داشتن خیلی برای یک نوع معلم مهمه، به خاطر اینکه باید بلد باشه برگه ها رو چه شکلی توی پوشه کار بچینه، اصلا پوشه کارها چطوری قراره چیده بشه. مدیریت زمانتون برای بحث ارزیابی خودتون، بچه ها و اولیا چی هست، چه روندی دارید. چینش برگه ها، ببینید چینش برگه ها همیشه یکی از سخت ترین قسمت هایی بوده که معلم باهاش سر و کار دارن. به خاطر اینکه من دیدم همکارانی که میاد دقیقاً زنگ تفریح نشستیم خسته و هلاک، وای داغونم، چته خب داغونی، یه زنگم پرید سر پوشه کار تا این پوشه کار رو درست کنن. این بچه‌ها کلی هم هرس خورده. چی کار کنیم؟ توی کلاس اول مقداری روند سخت تره واقعیتش و خب صبورتر معلم باید باشه، اما نه یه زنگ کامل وقت نمیگیره خانده. حالا بهتون میگم چی کار کنیم که یک ربع زمانتون رو ببره. توی چینش برگه ها، اول اینکه برگه آزمون هایی که به هر حال از بچه ها میگیرید رو شما باید 24 ساعت زمان دارید، یعنی فرداش، یعنی نهایتا اگه مثلا به چهارشنبه خورد، پنجشنبه و جمعه، شنبه برگه ها رو بدید به بچه‌ها که خود ارزیابی رو پر کنن که ببینن اشکالشون چی بوده. برگه ها رو مجدد از بچه ها میگیریم، جمع میکنیم. برگه های ریاضی رو گرفتن، جمع کردم، خود ارزیابی پر شده، جمع میکنن. برگه های مثلا اون هفته فارسی هم گرفتم، خود ارزیابی انجام دادن، اون انجام کردم، روی هم دیگه اینا رو قرار میدم، مثلا شد 3 تا آزمون. بخوان 3 تا برگه بذارن توی کلاس 40 نفره توی پوشه کار، واقعیتش اینه که پوست معلم کنده شد و نمیتونه، مگر اینکه توی اول سال بچه‌ها رو گروه بندی می‌کنیم. گروه بندی که کردیم، سرگروه‌های زبر و زرنگ رو می‌کشیم بیرون. مجبورید یه شاید مثلا زمان‌هایی که اونا دارن نقاشی می‌کشن یا حتی زنگای تفریح نگهشون داریم. روند چینش برگه‌ها رو به بچه‌های زبر و زرنگ کلاستون یاد بدید. وقتی که یاد دادید، گروه بندی ها انجام شده، نیمکت ها گروهی، بچه های سرگروه میرن به زیر گروه ها آموزش میدن و خیلی کار شما راحت میشه. اون موقع است که اصلا میتونید کارایی توی کلاس خودتون انجام بدین. این قسمت مهرشه. توی مهر میتونید از این تکنیک استفاده کنید. از آبان به بعد دانش آموز دارید، البته که تا آخر سالم گریه میکنه خانم نشد، دانش آموز کلاس پنجمی خانم عقب افتادم، خانم چی گفتی، چی داریم کمکش میکنیم خودمون. این بچه‌ها آموزش هایی که به سرگروه ها دادیم اونها رو شروع میکنیم پله پله به بچه ها گفتن. مثلا بچه ها میخوان برگه بذارن توی پوشه کارشون. من نمونه عینی و واقعیش و کارهایی که سر کلاس میکنم و به بچه ها میگم. ببینید این پوشه کار دانش آموزه، اینم برگه توی دستش میخواد بذاره توی کلر بوکش. دانش آموز عادی هم هست. بچه ها برگه ریاضی بالا 3 تا برگه گفتیم دستشونه دیگه. برگه ریاضی بالا، خانم کدوم ریاضی؟ اونی که مثلا اینجاش جدول اینجاشه، یا مثلا اونی که اون برگه املایی که اینجاش نقاشیه. برگه ها بالا، برگه ها بالا، بالا بالا بالا، تکرار میکنم، برگه بالا، روی برگه سمت من، روی برگه سمت من. ببینید من همون کاری که دارم با بچه‌ها میکنم دقیقاً دارم برای شما تکرار میکنم. روی برگه سمت من، برگه ها بالا، برگه رو گرفت بالا. بچه‌ها وقتی میخوای بذاری توی پوشه کارت، روی برگه رو قرار خودت ببینی.
روی برگه رو قرار خودت ببینی، همین روی برگه رو همینجوری بذارش توی پوشه کارت، بذارش توی کاور پوشه کارت. دانش آموز فهمیده، سریع گذاشته برگه املا بالا، املا بالا، املایی که این شکلیه نشونه بدید به بچه‌ها. بچه‌ها حواسشون نیست، نه بگید تاریخش اینه، زمانش اینه، اینو نوشته، نه. به خاطر همین سعی میکنم که توی برگه ها شکل باشه، نقاشی رنگامیزی باشه، جدولش یه طرف خاص باشه که نشونه باشه. ببینید الان این برگه رو، الان این برگه نقاشی رنگامیزی داره، به خاطر اینکه کار منو موقع چینش راحت میکنه. بگیر بالا، برگه که نقاشی داره بذار توی از رو بذار توی پوشه کار. دانش آموزانی که یه مقداری زبر و زرنگن سر این کار انجام نه. خانم تموم شد، چی کار کنم؟ به بغل دستیت کمک کنی. کی کمک میخواد؟ خانم بغل دستی من انجام داده. بچه‌ها کی کمک میخواد؟ کی کمک میخواد؟ خانم دستاست که بره بالا. خانم من کمک میخوام. به خاطر اینکه بچه‌ها هنوز اشکال دارن. به هم کمک میکنن، راه میافتن. انقدر سری کلاستون راه میافته، انقدر توی مورد سری کلاستون راه میافته که خدا بدونه. عالیه، عالیه این کاری که دارم بهتون میگم. انجام دادن. وقتی گذاشت توی پوشه کارش، گذاشت برگر رو گذاشته توی پوشه کار، مثلا هر یه دونه‌شو که گذاشتن همین کار میکنن. گذاشتی تو پوشه کارت؟ آره خانم گذاشتم. پوشه کار بالا ببینم درست گذاشتی، ببینم درست گذاشتی. پوشه کارشو میاره بالا سمت من، ببینم درست گذاشتی. در جا اصلا 5 ثانیه طول نمیکشه کل کلاس رو میبینیم. ببینین اکثریت ما آدم‌های بصری هستیم، یعنی چشممون دنبال شکل میره، سریع میفهمیم آزمونش رو درست گذاشته، اشتباه نذاشته. وقتی صدا بالا هست یه زنی، وقتی تکنیکایی که دارم بهتون میگم من توی کلاس 40 نفره استفاده میکنم، توی کلاس 30 نفره استفاده میکنم. خیلی راحته. اصلا یه زنگ زمان نمیبره. اصلا یه زنگ زمان نمیبره. نه دارم بهتون میگم، خودتون برگر رو میذاره توی پوشه کار. بچه‌ها بالا، ردیف 1 بگی بالا ببینم، ردیف 2 بگی بالا ببینم، ردیف 3 بگی بالا ببینم. میگیره بالا، تایید میکنم. اگه اشتباهه بچه‌ها بهشون میگم دقیقاً کاری که میکنم. به هر کی چشمک زدم پوشه کارش درسته، به هر اسم هر کی صدا زدم پوشه کارشو بیاره پایین، یا نمیدونم دست سر شونه هر کی زدم پوشه کارش درسته بیاره پایین. هر کی اشتباه بود بغل دستی بهش کمک کن، سرگروه بهش کمک کن. تکنیکایی که فوق العاده است سر کلاستون انجام بدید، عالیه. تا آخر سال تحصیلی از همین تکنیک استفاده کنید. چینش برگه هاتون عالی پیش میره. تا اینجا یه کار رو یه بازخورد میدین چطور بود؟ چطور بود؟ عالی. مرسی از انرژی های خوبتون، مرسی از انرژی های عالیتون. متشکرم. ممنونم. سلامت باشید. ممنون خانم قلندری عزیز، چه سعادتی. خانم قلندری عزیز قربون شکل ماهتون. ندیدم واقعا این خانم که حالا قربون صدقه برن گفت گواهی بدید. خب اشرف هم اسم آغاز، هم اسم خانم، انشالله که خانومی. نه کی بود؟ یکی دیگه بود، یکی گفت گواهی بدید. عزیزای دل من، وبینار رایگان گواهی نداره. مورد اول. مورد دوم این که ببینید من میتونم یک گواهی طراحی کنم و به شما بدم، صرف اینکه شما این دوره رو گذرونید، هیچ کاری نداره، هیچ اشکالی نداره، میتونم این کار رو انجام بدم. اما این گواهی معتبری نیست، به خاطر اینکه از طرف خود من داره انجام میشه. و اینکه چرا از طرف جایی انجام ندادم؟ من پارسال یک وبینار انجام دادم از طرف دانشگاه شهید رجایی. حالا بچه‌ای که با من پارسال روش تدریس داشتن یه وبینار معلمانه کوچولو گذاشتن، دیدن که حالا از طرف دانشگاه شهید رجایی بود چطوری بود. این دیگه بالاترینش بود دیگه. اما میخوام یه چیزی رو بهتون بگم، تحت پلتفرم هایی که چی بهش میگن گواهی معتبر میدن، شما همه حرفی رو نمیتونید بزنید، دستتون بسته است. برای اینکه بخواید بگید که
آقا بازرسا همه جورن. برای اینکه بخواید بگید که چیزایی که توی کتابا میگن، چیزایی که توی بخشنامه هاست چیزای مسخره‌ایه، نمیشه اینا رو گفت. چون اگه بگم من معلم نمیتونم به شما درس بدم و من نمیتونم نگم. به همین دلیل گفتم حتی شک دارم که وبینار رو ضبط کنم یا نه. به همین دلیل بود. چون که خب بخوام انتشارش بدم به هر حال یه سری عواقبی هم برای من داره و دلیلش همینه. اوایل یه مقداری پیگیری کردم توی بحث گواهی و به من گفتن که چی میخواین بگین، اینجوری اینا رو نگین، اینا رو بگین. من تحت چارچوب‌های خودم تدریس میکنم، به خاطر اینکه اون چیزی رو که من میگم مطمئنم کسی بعداً مدرسی میاد این آموزش ها رو گوش میده و با همین آموزش ها دوره هایی برگزار میکنه که بیش از اینها اصلا خیلی پول میگیره، درآمد داره، فقط به خاطر همین چیزهایی که من میگم. اما یه سری جاهاشو سانسور میکنه برای اینکه به شما گواهی بده. من نمیخوام این کارو کنم. من با شما صادقم و رو راست بهتون میگم. فایل رو میفرستم توی گروه. و یه چیز دیگه، حالا خانم قلندری عزیزم هستن، بچه‌ای که اینستاگرام من داشته باشن مریم عبداللهی به فارسی بزنین براتون میاره. بچه‌ای که اینستاگرام من داشته باشن دیروز دقیقاً این حرفو زدم. من چند وقت قبل اوایل تابستان یه مبلغ نزدیک به 3 میلیون تومان رو هزینه کردم برای اینکه بفهمم آدم میتونه برای آموزش دیدن خیلی پول بده و حتی خیلی پول دریافت کنه اما استانداردهای آموزشی رو نداشته باشه، اما صادق نباشه. من نمیخوام اینجوری باشم. خیلی از عزیزان هستن، اصلا سرچ کنید میاره توی تلگرامت، توی گوگل براتون دوره های معتبری هستن، هزینه های کمی هم میگیرن، حتی میتونید اونها رو شرکت کنید و آدم ها هم فرکانس خودشون پیدا میکنن. اگر واقعا گواهی براتون مهمه این کار رو انجام بدید. سوالا رو بعد جواب میدم. بله دانشگاه تهران، من دارم عرض میکنم خدمتتون که باید یه سری حرفا رو نزد. شما وقتی دارید تحت اختیار یک جایی کار میکنید باید متناسب با قوانین اونجا عمل کنید. ببینید دقیقا مثل میمونه آیا من مریم عبداللهی توی خیابون با موقع وبینار با توی مدرسه یک شکل لباس میپوشم، یک جورم از نظر ظاهری؟ نه، نیستم، به خاطر اینکه اونجا قانون خودش رو داره و بقیه جاهای زندگی من قانون خودم رو دارم. وقتی قانون مدرسه است من باید به عنوان یک معلم قانون مدرسه احترام بذارم و وقتی هم میرم یک جایی تدریس کنم باید به قوانینی که دارن احترام بذارم. این دیگه دست منه که جایی برم تدریس کنم یا نه. با این حال نمیدونیم چی میشه. لینک گروه رو میذارم خدمتتون. بریم سراغ ادامه تدریس. و اما چینش پوشه ها توی کلاس 40 نفره همه میخوان بیان 40 تا بچه پوشه کارا رو خانم من بیام بذارم، خانم من بیام پوشه ها رو بذارم، خانم من بیام و مغز معلمی که واقعا درد گرفته 40 تا پوشه کار قراره بره توی کاموت شما منظم و مرتب، شماره بالا، اسم وسط، مشخصات پایین. طبق عکسی که توی دقیقاً استوری های توی هایلایت پوشه کار توی اینستاگرام هم گذاشتم، اگه برید میبینید. اصلا عکس معرفی وبینار پوشه کار دقیقاً همون شکلیه که بچه‌ها دارن پوشه میذارن توی کامنت. چه شکلی بذاریم؟ توی مهر ماه که هنوز بچه‌ها رو کامل نشناختید و بچه‌ها هنوز خود واقعیشون رو نشون ندادند، باید از دانش آموزای منضبط و فعالتون استفاده کنید و بهشون قانون پوشه گذاشتن رو بگید. سر هر ردیف یک سری سرستون، حالا یا سر ردیف یا سرگروه، هر چیزی که خودتون اسمشو میذارید تعریف کنید و بهشون محول میکنید. مثلا سرستون بیس، ستون 1، ستون 2، ستون 3،
یک نفر میستن، 2 نفر کنار کمد پوشه کار ایستادن. این تکنیکی که دارم بهتون میگم مال کلاس پرجمعیته. کلاس کم جمعیت خب همینو ساده سازی کنن. من بدترین حالت رو میگم، شما خودتون بهترینش کنید. شماره 1 2 3 شماره ها رو میخونن، بچه ها تون تون پوشه کار رو میدن به سرستونا. سرستون چی کار میکنه؟ میده به نفر دوم که بده دست اونی که کنار کمد ایستاده و پوشه ها رو تون تون با هم دیگه منظم میذاره. این بهترین کاره. توی آبان ماه همه دانش آموزها خودشون به ترتیب میتونن این کار رو انجام بدن. یعنی اینکه 2 نفر کنار کمد بایستن، دیگه منضبط شدن، دیگه یاد گرفتن قانون ها رو، و اینکه به ترتیب شماره ها رو میخونیم 1 2 3. اصلا من نمیخونم، آقا گلوم خشک شد، من نمیخونم. دانش آموز فاطیما بخون شماره ها رو. بچه ها عشق میکنن. اونی که بیشتر داره حرف میزنه با بغل دستش کلاس رو به هم ریخته، رنا بخون بچه ها رو، زهرا بخون بچه ها رو، مریم شماره ها رو بخون. حالا من اسامی دخترانه رو میگم به خاطر اینکه اکثر یعنی همیشه دانش آموز دختر داشتم. سریع شاید این کار توی کلاس 40 نفره چینش توی کمدش 10 دقیقه زمانتون رو میبره. 10 دقیقه. اصلا زنگ خورد بچه ها پوشه کارا روی میز، بچه ها عشق میکنن پیش خانم معلمشون بمونن توی کلاس. تنها توی کلاس نه، پیش خانم معلم آقا معلمشون بمونن توی کلاس. بچه ها 3 نفر کی میمونه کنار من 5 دقیقه بمونه؟ 5 دقیقه از زنگ استراحتشو بده به من. همه دستا بالاست. انتخاب میکنید پوشه کار رو تون تون میذارم. به همین راحتی پوشه کار هم چیده شد. خدا رو شکر کمدم نداریم. من سال اول میذاشتم توی تاقچه. کجای کاری حالا بگین تاقچه هم نداشتیم. شرایط واقعا برای کلاس اولیه چی کار کنیم؟ تکریه که سواد ندارن. سواد خودشون عکساشونو شما مثلا دیگه ببینیم اونا شکل 1 شکل 2 شکل 3 اینا رو دیگه توی پیش دبستانی خوندن، عددا رو بلدن، شکل هاشو حتی خیلیشون بلدن بخونن. میتونید استفاده کنید از این تکنیک، اینقدر سختش نکنید. عزیزانی که صدا و تصویر ندارن رفرش کنن لطفاً. افرادی که پیش نرفتن یاد میگیرن، شما کمکشون کنین. اول سال دانش آموزایی که بلدن رو بهشون بگین کمکشون کنه. این گروه ها نمیخوام اون گروه نمیخوام، قانونه، تغییر نمیکنه. همه باید با هم دوست باشید و دوستای جدیدی پیدا کنید. یه مقدار که گذشت یاد گرفت که قانون شما قانونه، بعد یه مدت جاشو عوض کنید. ولی به هیچ عنوان مامانش اومد گفت عوض کن، مامانش اومد گفت کنار این بشین، کلاس من قانونش اینه. همه بچه‌ها باید با هم دوست باشن. اصلا تغییری نمیکنه. 1 ماه بعد 2 هفته بعد عوض کنید، جوری که حرف اون نباشه، حرف شما باشه. با رنگ میتونین انجام بدید. آخه توی کلاس 40 نفره چجوری میخواین برن 40 تا رنگ بیارید؟ سوالاتتون رو بخونید بعدا. و اما قسمت ارزیابی که مال ارزیابی دانش آموز. ببینین توی بحث مدیریت ارزیابی اینکه خب بچه‌ها میخوان پوشه کاراشون رو ارزیابی کنن، فرم ارزیابی رو در بیارن و ارزیابی کنن. عموما یک زنگ توی زنگای 30 دقیقه‌ای یا 25 دقیقه‌ای زمانتون کم میاد. اما چیزی که هست اینه که میتونید از زنگ هنرتون استفاده کنید و یا چون اواخر تقریبا دی و بهمن مدارس دیگه اینجوریه که مدرس میگن زنگ ورزش نبرید، میتونید زنگ ورزشتون رو بذارید برای این کار. البته که میگن درست هم نیست، ولی خب این یه راهکاری که میتونید استفاده کنید توی کلاسای مخصوصا پرجمعیت.
که فرماشون رو پر کنن و رنگامیزی کنن. توی بحث ارزیابی معلم، فرمای ارزیابی رو یکی یکی بریم از تو 40 تا پوشه‌کار در بیاریم؟ نه. برگه ها بیرون. بچه‌ها این برگه‌ای که این شکلیه، دقیقا من در بیارم توی کاور که بهتونش. بچه‌ها برگه‌ای که این شکلیه از توی پوشه‌کار بیرون. همه برگه ها بالا 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 بالا. تکرار میکنیم بالا بالا که میگیم سرعت بچه بیشتر میشه. بچه‌هایی دارید که قطعا یواش یواش و آروم آروم و فس فس کارشون رو انجام بدن. برگه ها بالا، همه برگه ها بالاست. بله خانم بالا. سر ستون، برگه ها رو جمع کن. سر گروه، برگه ها رو جمع کن. سر ردیف، برگه ها رو جمع کن. اصلا نه اسم صدا میزنم، برگه ها رو جمع کن. یک نکته خیلی مهم توی کلاس‌های پرجمعیت، برگه رو میارن اینجوری شلخته پلخته رو هم دیگه میریزن روی میزتون. برگه ها منظم، همه روی برگه روی برگه روی برگه. توی کلاس 40 نفره شما معلم نمیتونید 40 تا برگه رو، فکر کن از اول سال تا آخر سال چند تا برگه باید صحیح کنی، امضا کنی. حالا فکر کن هی یکی یکی هم می‌خوای منظمش کنی. برگه ها منظم، همه رو اینجوری میشه، همه برگه ها منظم. اون موقع این شکلی برگه ها رو میان بهتون میده. امضا میکنید، بازخورد میدید. البته این برگه بازخورد دادن نداره، امضا و تاریخ داره. ببینید 39 24 12 و 16 2. برگه ها رو بازخورد میدید، تیکا رو میزنید، تحویل میدید به بچه ها. بلند رو تقسیم کن بین دوستان، اسمشون رو میخونن، تقسیم میکنن. توی قسمت مدیریت زمان ارزیابی والدین چیکار کنید؟ برای جلسات اولیاتون چند تا نکته داره. میتونید کلا تلفیقش کنید این موضوع رو با جلسه اولیا. یه کار دیگه ای که خیلی مهمه و باید انجام بدید توی قسمت جلسه اولیا، من دقیقاً ببخشید دوربینو تکون دادم، من دقیقاً یک از روش بهتون بگم، چون نکاتی که نوشتم خیلی خیلی مهمه. توی قسمت ارزیابی اولیا توی کلاسه شلوغ با اولیای باسواد، خب کاری که میتونین بکنین اینه که هر اولیا از در اومدن لطفاً اسم بچه‌شون رو اصلا به بچه‌ها بگید، شماره هاشون رو به ماماناشون بگن، شماره دانش آموزیشون رو لطف کنین پوشه کار بچه‌تون رو بردارید و بشینید. برمیدارن میشینن، جلسه تشکیل میشه. پایان جلسه هم یا اواسط جلسه هم زمان بهشون میدید و فرم ها رو طبق توضیحی که بهشون دادید پر میکنن. توی کلاس هایی که دانش آموز دارید که اولیای بی سواد دارن چی کار باید بکنید؟ حتما اگر پرجمعیت بودین کلاس رو 2 قسمت کنید، 2 بخشش کنید و یعنی به نصف اولیا بگید 1 روز بیان و به نصف دیگه 1 روز دیگه. دانش آموز کنار مادرش بشینه، اون بخونه، مثلا برای مامانش بخونه، نظر مامانش رو بپرسه، به مامانش بگی چی کار کردم آزمونامو و بعد جواب بده. اگر میتونه کسی رو بیاره توی کلاس که سواد داشته باشه، خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر، ازشون قبول کنید. حالا حتما مادر نبودن اشکالی نداره. توی کلاس‌های کم جمعیت و خلوت هم که خود دانش آموز دقیقاً اولیا دقیقاً همین تکنیک رو استفاده میکنن که میان و پوشه کار رو برمیدارن و طبق توضیحاتی که شما دادید پر میکنن. فقط چند تا مورد رو مد نظر داشته باشید. اون همینه که پوشه کار اگر قرار شد، اگه یه وقت دانش آموزی داشتید که مثلا اولیاش مشکل داشت، میخواست پوشه کار ببره خونه و این موارد، اشکال نداره بدید. هستن دانش آموزایی که این شرایطشون رو باید شرایطشون درک کنید. اما چیزی که هست اینه که اگه پوشه کار برنگشت میخواید چی کار کنید؟ بعضی از مدارس قبول نمی‌کنن که در طول زنگ‌های کلاسی جلسه اولیا تشکیل داده بشه و میگن حتما باید بعد از مدرسه بمونید. این کار خب برای معلم‌ها یک جور جنبه واقعا ناخوشایندی داره و درستش نیست. به هر حال معلمی که از صبح تا ظهر سر کلاس بوده دیگه بعدش هم بخواد بیسته و با اولیا صحبت کنه واقعا سخته، اما ارزشش رو داره، به خاطر اینکه شما یه اصطلاحی هست، حالا نه جایگاهش درست نیست، میخواستم یه ضرب المثلی بگم، جایگاهش درست نیست. شما کاریو که
بهتون یه مقداری سخت میذاره، اگه انجام بدید دیگه باعث میشه بعدش براتون دردسرساز نشه، بعدش پوشه کاری گم نشه، بعدش دانش آموز یا اولیایی نیاد بگه که خانوم من که این آزمونامو خوب آورده بودم واسه چی تو کارنامه به من دادی قابل قبول؟ بعد پوشه کار کجاست؟ نیست. داشتیم دیدیم چنین دانش آموزیا. اصلا این موارد رو سرسری نگیرید، فکر نکنید که همینجوری دارم میگم، نه، چه توی غیر انتفاعیش چه توی مدرسه دولتیش دانش آموز داشتیم که دقیقا این شکلی بوده. و حالا یک سوال خیلی خیلی مهم ازتون بپرسم، اونم اینه که پوشه‌کار بازرس پسند دقیقاً پوشه‌کاریه که همه پسند باشه. بذارید اول یه قبل سوالم اینو بگم. وقتی بازرس میاد توی کلاستون، این نکته رو میخوام بهتون بگم، بازرس که میاد توی کلاس شما هیچ موقع ازش نپرسید که آقای بازرس، خانم بازرس چی بدم خدمتتون؟ یه بار دیگه شروع میکنه. اگر بازرسی اومد توی کلاس شما برای نظارت یا معاون یا مدیر، به هیچ عنوان من معلم نمیپرسم که چی نیاز دارید ببینید، چی بهتون بدم. هرگز این کار نمیکنم. یک پوشه‌کار خیلی خوب، یک پوشه‌کار خوب، یک پوشه‌کار قابل قبول، یک پوشه‌کار نیاز ویژه یا نیاز به تلاش اگر داشتید، نداشتم که هم قابل قبول. خودتون به ترتیب میذارید جلو روی بازرس با تمام مستنداتی که کلا از قبل دارید و خودتون پوشه‌کار رو به بازرس ارائه میدید. به هیچ عنوان از بازرس نپرسید. این تکنیک اولی. تکنیک دوم، اگر تمام آنچه را که گفتم نسبت به پوشه‌کار انجام دادید، شما یه پوشه‌کار بازرس پسند و همه پسند و خدا پسند دارید و اصلا دیگه نباید نگرانش باشید. حالا میخوام ازتون اون سوال مهم رو بپرسم. اونم اینه که لطفاً هر کس یکی از نکاتی که تا این لحظه یاد گرفته رو برای من بنویسه. لطفاً هر کس یکی از نکاتی که تا این لحظه یاد گرفت از این وبینار رو برای من بنویسه. اجزای پوشه‌کار، پوشه ابزار ارزشیابی، اینکه والدین توی جلسه فرم رو پر کنن، عالیه. از شاگردان در مدیریت زمان و تسریع عملکرد استفاده کنیم. انتخاب سرگروه در کمک کردن، اجزای داخلی و خارجی، گروه بندی بچه‌ها برای تنظیم پوشه‌کار، تهیه پوشه‌کار مرتب و منظم. پوشه‌کار دارای اجزای داخلی و خارجی، اجزای پوشه‌کار و ارزشیابی اون، کمک گرفتن از خود بچه‌ها برای جمع کردن و گذاشتن. از بچه‌ها میشه کمک گرفت. فرمای ارزشیابی در برگه‌های کاربر تاریخ و نظرسنجی حتما باشه. مشخصات روی پوشه‌کار، مدیریت زمان. نکته آزمون ترمیمی به آزمون تراکم منگنیزه برای من جدید بود. مرسی آقای ساکی. اجزای پوشه‌کار، تعداد آزمونایی که باید داخل پوشه‌کار بذاریم، تکنیک سریع پر کردن پوشه‌کار، آزمونایی که می‌خوایم وارد پوشه‌کار کنیم حتما مشخصات داشته باشه، نحوه مدیریت کلاس، شماره گذاری، انواع پوشه‌کار، داشتن چند پوشه‌کار برای بازرس. کادر مدرسه به ما میگفتن آزمونا هر ماه نذاریم تو پوشه، شلوغ میشه. منم نگفتم ماهانه بذاری، من گفتم ماهانه بذاری. من اصلا اسم ماهانه نیاوردم. من دقیقاً توی این اسلاید دقیقاً به شما گفتم که من چه شکلی میذارم به نظرتون این ماهانه است. اصلا من اسم ماهانه نیاوردم. اما کادری که به شما میگن که پوشه‌کارت میخواد پر کنی، چی اینا میذاری؟ بعدن جواب بازرسانه. شما اید بازرس سر کلاستون، خیلی مراقب باشید. این اتفاقاتیه که افتاده.
کمک کردن به ما برای روند پیشرفت تحصیلی، وجود همیار معلم، آزمون‌های مناسب پوشه کار، هدف، جدول ارزشیابی، فرما، اسم‌گذاری آزمون استاندارد، مدیریت زمان، جدا کننده. از بازرس نپرسیم چی بهتون بدیم پوشه کار رو جلوش بذاریم. این واقعا یه تکنیک عالیه ها. اصلا دست کمش نگیرید. من امسال یک بازرس اومد سر کلاسم، شاید مثلا 20 روز گذشته بود از سال تحصیلی. بعد من زرنگ بازی در آورده بودم، تمام دقیقا همین اول سال همه این کارا رو کرده بودم و پوشه کار رو کامل گذاشتم، همه چیزو تون گذاشتم جلوش. نمیدونم پوشه مجله رشد، پوشه طرح کرامت، دفتر کلاسی، البر، همه چی گذاشتم جلوش. بعد یه دفعه بنده خدا با یه حالتی برگشت اینجا که خانم عبداللهی میشه لطفا دیگه نزن، جا نیست، منم وقت ندارم ببینم. دقیقاً 2 ساعت تمام توی کلاس من موند و به لطف خدا ایستاده تشویقم کرد و در نهایت گفت نتونستم همشو ببینم و واقعا نتونست ببینه. این تکنیک خیلی جواب میده. اینکه شما خود واقعیت باشید جلوی بازرس و حتی اگر جایی از کارتون ناقصه که پیش میاد، برای منم پیش میاد، به هیچ عنوان نقطه ضعفتون رو نشون بازرس ندید. خیلی مهمه. تعداد آزمونا، اونایی که مدارس غیر انتفاعی برای معلمی قبول نمیکنن چی؟ اونایی که مدارس غیر انتفاعی برای معلمی احتمالاً می‌خواستیم بنویسن. من متوجه سوالشون نمیشه. کمک کردن به بچه‌ها. من پشت کار بچه خودم رو کامل کردم که معلم اصلا حساسیتی نسبت به پشت کار نداشت. 1 سال یادمه کلا خونه بود. دست معلمش درد نکنه. نمونه آزمون استاندارد. بله فیلم ضبط شده خدمتتون میدیم. کاربرگ های تمرینی منظورتون چیه؟ ببینید این الان یک نوع کاربرگ، حالا کاربرگ که نمیشه بهش، یک نوع آزمون تلفیق. اصلا هنر آزمون داره؟ نداره دیگه. هنر آزمون نداره، ولی یک نوع کاربرگ تلفیقی. اینجا تصویرش رو اگر شما داشته باشید، این مرتبه بیارم که ببینید هدفش چیه. دقیقا طبق اجزایی که بهتون گفتم، من حالا اینجا مشخص کردم که مال چه مدرسه‌ایه. جای اسم دانش آموزا من چون که دخترن هیچ موقع نمی‌نویسم نام دانش آموز، می‌نویسم گلنام، یعنی اسم گلش. بعد از همین مورد استفاده می‌کنم توی تشبیه توی درس فارسیشون بهشون میگم دیدید اینجا براتون می‌نویسم گلنام، مگه شماها گلین که اسم داشته باشین؟ دقیقاً معلم باید اینجوری درس بده. معلم باید از تک تک حرفایی که میزنه استفاده کنه. بعد به بچه‌ها تلنگر میزنه میگه دیدی اونجا اینو گفتم، یعنی این. گلنام، بذارید از این طرفش براتون بخونم چون این طرفم هست. اسم مشخصات که گلنامه. شماها تصویر رو دارید آیا این نه؟ خب نام آموزگار که خانم عبداللهی، پایه سوم ابتدایی، اسم خدا رو نوشتم، نام درس تلفیق هنر و ریاضی، تاریخ، نوع آزمون، عمل کردی. وسایل مورد نیاز توی آزمون عمل کردی حتما باید وسایل و طرح سوال باشه. وسایل مورد نیازشون چیه؟ بعد بهشون گفتم که چه کاری انجام بدن و یک جدول طراحی کردم که حالا کاری که بعد انجام بدن. پایینش جدول ارزشیابی داره، قسمت بازخورد معلم داره و قسمت خودسنجی. اگر چنین چیزی رو طراحی می‌کنید برای به عنوان کاربرد بذارید، اما اگه طراحی نمی‌کنید نذارید. حوصله دردسر دارید؟ بله، بودن تمام پوشه‌کارا توی مدرسه اجباریه.
مرسی خانم طاهری، ممنون از لطف شما، شکر به رضایتتون. هر آزمونی که قرار داده بشه به دانش آموز قبلیش باید بگیم که قراره بره توش. اصلا نیازی نیست بگید نه. یه تکنیکم بهتون بگم، البته توی استوریا گذاشتم. من توی استوریای کلاس من اگه بری توی هایلایت ها هست کلاس من. البته من از پارسال دیگه شروع کردم به سیو کردنش. کلاس من 1401 1402 آره و 1400 1401 اینا رو به عنوان یه معلم ببینید. پر تکنیکه براتون، پر تکنیک. برگه آزمون میخواید بدید به بچه‌ها توی کلاس 40 نفره، میخواید بدید برگه دست 2 نفر بگید که بلندشو بده، بعد کلاس به هم بریزه، به من زودتر بده، من دیر شد، من دیر نوشتم. تکنیک چیه؟ تکنیک چیه؟ برگه ها رو سر سرستونا میدین. این تکنیک هم جزء بحث پوش کار نیست ولی بهتون میگم چون بحث آزمونه. برگه ها رو میدید دست سرستونا یا ته ستون، فرقی نمیکنه. اگه بدید به دست سرستون چی میگیم؟ 3 قسمتش کردم. یکی خودت، یکی خودت، یکی دوستت، میذاره بغل دوست بغل دستیش، بقیه پشت سر. یه بار دیگه یک برگه ها رو دادم دستشون توی کلاس تعداد زیاد، حتی کلاس تعداد کم. میخوای برگه ها رو زودتر تقسیم کنیم یا آزمون شروع کنیم. یکی خودت، یکی دوستت، بقیه پشت سر. از جا بلند نشده برگه ها رو تقسیم کردیم. اینم یه تکنیک برای تقسیم بندی برگه آزمون بین بچه ها. چیزی که از کل صحبت‌های استاد برداشت شد اینه که شما میتونید مدیریت عالی داشته باشین اگه با بچه‌های خودتون خوب کار کنید. یه نکته دیگه برای عزیزایی که توی وبینارم و بعدا این فیلمو ببینن، اگر 1 ماه اول سخت گرفتید به خودتون و بچه‌هاتون، بعدش 1 نفس راحت بکشید. یه بار دیگه، اگر 1 ماه اول سخت گرفتید به خودتون و بچه‌هاتون، یه مقداری هرس خوریتون، هرس که نه، یه مقداری فشار کاریتون زیاد بود، یه مقداری سخت گرفتید به بچه‌ها، 8 ماه دیگر رو نفس بکشید. 8 ماه که نمیشه، 7 ماه و نیم دیگر رو نفس بکشید. چون بچه‌ها 8 ماه و نیم میان مدرسه دیگه. نفس میکشید و اینجوری میشه که ببینید، میخوام دقیقاً حرف‌هایی رو که شنیدم بهتون بگم. اینجوری میشه که وقتی معاون مدرسه داره رد میشه از کنار بچه‌هاتون، میگه معلمتون کیه؟ میگن خانم عبداللهی. وقتی که دارن بچه‌های شما رو میبینن میگن دانش آموز خانم عبداللهی. وقتی که همکارا دور هم دیگه میشینن برمیگردن میگن که تو که بهترین بچه‌ها رو داری، مدیر خیلی دوستت داشته. این تیکه هایی که میشنوی، بچه‌ها همشون یکیه. بچه‌ها همشون یکی، هیچ فرقی نداره. مدیر و معاون عاشق چش و ابروی کسی نیستن که بیان کلاس خوب رو بهشون بدن. نه، همه مدل بچه‌ای داریم ماها توی کلاسمون، اما فقط یه تکنیک داره. 1 ماه اول به خودتون سخت بگیرید. بچه‌های 3 ابتدایی امسال اومدن مدرسه، ساده ترینش رو بهتون بگم، انگار بچه کلاس اول ابتدایی که هنوز باید بهش بگی دست و دماغت نکن، میخوای بری بیرون اجازه بگیر، میخوای بیای داخل در بزن، هم کلاسیتون نزن، پای دوستت له نکن. هنوز یعنی کوچکترین آداب اجتماعی باید بهشون یاد میدادی. و واقعا انقدر سفت و سخت گرفتم، نه دعوا کردن، دعوا نداریم، سفت و سخت گرفتن با دعوا کاملا متفاوته، که 8 ماه بعد، 7 ماه و نیم بعدش رو نفس کشیدم. واقعا نفس کشیدم. من قسمت‌های بعدی رو برم، بعد بقیه صحبت‌هاتون رو بخونم که خیالم راحت بشه و زمان کم نیاریم، گرچه کم مونده. یک سوال دیگه از شما دارم، یک سوال خیلی 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 مهم. سوالم اینه: با توجه به چیزهایی که یاد گرفتی توی این وبینار، با توجه به چیزهایی که من بهتون یاد دادم و یاد گرفتید، اگر قرار بود این وبینار رو براش مبلغی هزینه کنید، به نظرتون چقدر میارزید؟ لطفاً عددهایی رو بگید که واقعاً خودتون به عنوان یک معلم حاضر به پرداختش بود.
بودید، یعنی نه بگید نمیدونم 2 میلیون تومان، ولی واقعا 2 میلیون تومان نمیاد پرداخت کنید به خاطر این مورد. مبلغی رو بگید که واقعا نسبت به آنچه که یاد گرفتید حاضر به پرداختش باشید. مرسی از لطف شما، ممنون از محبت شما، ولی دوست دارم که یک مبلغ واقعی بگید. واقعیتش اینه که آدم‌هایی که برای یادگیری هزینه کنند، هزینه پولی و هزینه زمانی، با بقیه متفاوتن، خیلی متفاوتن. من این دوره رو رایگان گذاشتم که خیلی ها استفاده کنن و بعداً بقیه هم بتونن استفاده کنن، به همین علت مبلغی برش نذاشتم. اما دوست دارم مبلغش رو شما تعیین کنید. به هم بگید اگر قرار بود که این دوره مبلغی براش پرداخت بشه چقدر میارزید. الان دیگه شما میدونید چه یاد گرفتید. دوست دارم نظراتتون رو بخونم. 500 قابل گفتن نیست، فقط دعا. 500 250 اگه مجبوریم چه در وسعم بود. 350 300 300 ممنون از لطف شما. 300 500 مرسی که میگید پول ارزشی نداره در قبال این موارد. ببینید من پارسال تا الان که تصمیم گرفتم برای آموزش دیدن هزینه کنم، شاید بالای 50-60 میلیون هزینه کردم فقط برای بحث معلمی، با اینکه رشتم چیز دیگه بوده، ولی چون عاشق بودم برای عشقم هزینه کردم، برای اینکه من دارم دونه میکارم. بچه‌های مردم دونه هایی که 1 سال امانت دست منن و حتی بعدن اگه دیده باشید، بازم میگم توی استوری اگه دیده باشید، من هنوز با دانش آموزای 5 سال قبلم، یعنی سال اولی که معلم شدم، ارتباط صمیمی دارم. هنوز نسبت بهشون حس مسئولیت دارم و این در قبال آموزش هایی بود که زمان گذاشتم و هزینه گذاشتم براش و لذت بردم و شکر و شکر و شکر. این لطف خدا بود. من به عنوان یه معلمی که خیلی حالا توی مسیر روند آموزشی بودم، بهتون توصیه میکنم که دنبال آدم‌هایی باشید که عاشق تدریس کردنن و عاشقانه بهتون یاد میدن و برای آموزش دیدن هزینه کنید. آقای آزادی، الان من جملتون رو متوجه نشدم. فرمودید من مدیرم و عاشق تکنیک های جدید، یا من مدیرم عاشق تکنیک های جدیده؟ اینو متوجه نشدم. 250 500 واقعا ارزشمند بود، قابل گفتن نیست. زنده باشید، ممنون. حرفتون رو قبول ندارم ما معلم ها فقط در راه خدا، نه. همینه که باعث شده که شاید معلم ها در جایگاه معلمی پایین ترین قشر جامعه باشن از نظر بحث درآمدی و این خوب نیست. ببینید ما الان معلمایی رو داریم که دارن آموزش میدن، درآمد دارن، ابزار میفروشن، درآمد دارن، توی فضای مجازی عرض میکنن و حتی تکنیک های بلاگری استفاده میکنن و درآمد دارن. میخوام اینو بهتون بگم که واقعیت تلخ معلمی اینه که از نظر بعد مالی فقط توی سیستم آموزش پرورش تهش میبینید بعد 30 سال خیلی عقبی. اینو کسی میگه که پدرش معلم بوده با 32 سال سابقه و مادرش هم معلم بوده. اینو کسی میگه که تمام خانواده پدریش معلم بودن و دیده و داره میبینه، داره لمس میکنه که کجای کاری. پس هزینه کنید، هزینه بدید برای آموزش دیدن، هزینه بگیرید برای آموزش دیدن. اگر واقعا فکر میکنید که چیز قابل ارائه‌ای دارید که هیچ کس بلد نیست و هیچ کس نگفته، هزینه‌ای بگیرید در قبالش، چون که به آدم‌ها یاد میدید. معلم‌ها جایگاه خودشون رو دارن. معلم‌ها هم یک شغل با پرستیژ دارن که قابل ستایشه. من لینک تلگرام، ایتا و اینستاگرام خودم رو براتون گذاشتم و پین هم میکنم این بالا.
هر سه لینک رو میتونید کپی کنید و بعد عضو بشید. و اما بازخوردم ازتون گرفتم. حالا میخوام یک چیزی رو بهتون بگم، اون همینه که یک هدیه ویژه براتون دارم. اون هم 5 نفر از عزیزانی که توی این وبینار شرکت کردند به قید قرعه در وبینار معلم آگاه که وبینار پیش روی ما هست که در مورد آزمون‌ها، انواع بازخورد دادن، اینکه اصلا یه آزمون استاندارد چه شکلی طراحی میشه، چه شکلی بازخورد باید بدیم، برخوردمون با اولیا چطوری باید باشه، مدیریت زمانمون در کلاس چه شکلیه، برنامه هفتگیمون رو چطوری طراحی باید بکنیم و خیلی از مواردی که سرفصل‌هاش رو انشالله توی اینستاگرام، توی استوری ها و پست ها اعلام میکنم به صورت رایگان میتونن شرکت کنن. هزینه خیلی کمی هم کلا براش در نظر گرفتم، اما هزینه داره ولی هزینه خیلی کم که همه بتونن شرکت کنن. با این حال برای تمامی عزیزانی که توی این وبینار تشریف داشتن، حتی بعداً این وبینار رو به صورت آفلاین میبینن و فیلمش رو مشاهده میکنن، به این صورت هست که 50% تخفیف دارن. مبلغش الان نمیگم، سرفصلش الان نمیگم، به خاطر اینکه میخوام کسایی واقعا بیان و شرکت کنن که پیگیر این روند حالا کلا رو به رشد و رو به تغییر ما هستن توی این مسیر. پس توی استوری ها، توی پست ها همراه من باشید، توی اینستاگرام تمام جزئیاتش رو میگم. 50% تخفیف شما توی گروه ها اعلام میشه کدش، چون قطعا باید دوباره ثبت نام بفرمایید و بعد کد تخفیف رو بزنید که 50% براتون اعمال بشه. فیلم دوره هم ضبط میشه، یعنی ضبط شده از اون موقع تا حالا، و همچنین فایل ها هم توی گروه ها قرار داده میشه. موردی که هست اینه که 50% تخفیف در پیوی عزیزانی ارسال میشه که توی گروه بیان و بازخوردهاشون اعلام کنن، بازخوردهای خودشون نسبت به این دوره. هر اونچه که بود، بازخوردهای واقعی. ما معلم ها همونجور که به بچه ها بازخورد میدیم نیاز داریم که بازخوردم بگیریم که خودمون رو اصلاح کنیم. بازخوردهای خوب، بازخوردهای انتقاد پذیر، هر چیزی که باشه. عزیزانی که بازخوردهای خودشون رو در گروه ایتا و در گروه تلگرام اعلام میکنن، کد تخفیف در خصوصی در پیویشون براشون ارسال میشه. این هم هدیه وبینار و این هم راههایی که میتونید با من ارتباط داشته باشید توی تلگرام، اینستاگرام، توی آپارات و در یوتیوب. شاید هم به زیستنی که دانه‌ای در دل بکارد و به وقت پاییز سبز شود. من در خدمت شما هم. وبینار ما خدا رو شکر من خیلی سعی کردم پیامو رو نخونم لابلای صحبتام که حواسم کامل به وبینار باشه و پایانش هر سوالی دارید بتونم به سوالات شما پاسخ بدم که زودتر جمع کنم. سوالات شما رو شنوندم در ضمن مجدد اعلام میکنم به عزیزانی 50% تخفیف وبینار معلم آگاه که وبینار پیش روی ما هست تعلق میگیره که حتما بازخوردشون رو در گروه ها اعلام کرده باشن. اگر سوالی هست بفرمایید. بریم ببینیم که سوالاتتون چی بوده. اکثر سوالا در مورد این بود که میفرمایین اول سال که میگیم سختگیری کنیم اما دعوا نکنیم. مثلا قانون کلاس اینه که بچه‌ها باید در بزنن و وارد بشن. در نمیزنه، سرشو زیر میندازه میره سر جاش میشینه. بلند شو عزیزم، بلند شو. بله خانم، برو دم در بیست. چرا خانم؟ برو دم در بیست. میره میسته. قانون کلاسمون چیه؟ قانون کلاسمون اینه که در بزنیم. در بزن، وارد شو. حالا با جدیت دارم اینو میگم، نه با اخم و دعواها، با جدیت دارم اینو میگم. در میزنه، میگم بفرمایید، خوش اومدید.
حالا خوش برخوردی من میبینه، تفاوت رفتاری من رو زمانی که داره به قوانین کلاسم احترام میذاره، کلاسمون احترام میذاره، با زمانی که احترام نذاشته رو وقتی ببینه، خب از لبخند من لذت نمیبره، خوشحال نمیشه، نهادی نمیشه این رفتار. تکنیک ساکت کردن. بچه‌ها 1 2 3 گفت، بچه‌های دختر عاشق اینن که بغل کنن، خانم نمیدونم بغل، خانم بغل، خانم بغل، یا بیان همینجوری بچسبن به معلم. تکنیک 1 2 3. بچه‌ها 3 گفتم کسی اینجا نباشه. 1 2 واقعا کسی نیست سر 3، یعنی نهایتا یکی می‌بینین داره تو این راهروهای بین نیمکت میره. 3 و جدی بایستید، یعنی به جای اینکه آدم اون موقع بخنده بچه 1 2 3 میگم همه سر جاشون، نه، دارن جیغ جیغ میکنن دورتونن، بغل، خانم نمیدونم، توی جشنهای کلاسی، حتی توی جشن روز معلم، تولد و این چیزا 1 2 3 گفتم سر کلاس، سر نیمکتاتون نشستین. 1 2 3 به بچه ها آوانس میدیم. یه تکنیک دیگه به بچه ها آوانس میدیم. بچه ها اگر منظم بودید، مثلا من یکی از چیزایی که خیلی بچه‌ها عشق می‌کردن باهاش و همیشه انجام میدادم، اگر امروز بچه‌های منظم بودید، کارا رو به ترتیب انجام دادید، با هم دیگه همکاری داشتید، آخر زنگ 5 دقیقه آخر زنگ شعر مهمونی می‌خونیم و بچه‌ها خیلی این کار دوست داشتن. کلیپ مهمونی هم میتونید هم توی آپارات ببینید که جریانش چیه و هم توی پیج اینستاگرام. این از تکنیک جدیت. آخه کی بود گفت ما پشت در بودیم؟ خانم آقاپور. من عذرخواهی میکنم، جریانش رو در طول وبینار گفتم عزیزان ده. 5 نفر رایگان، چطور میگم 5 نفر رایگان توی استوری اعلام میکنم و بچه‌هایی که توی استوری ها میان و اونجا هم نظر میدن و همچنین توی پست ها اونجا هم در مورد یه استوری امشب میذارم، اصلا همین امشب یک استوری میذارم در مورد نظرات شما و کسایی که حالا میان و ریپلای میکنن استوری رو، اونجا قرعه کشی میکنیم، به صورت زنده هم قرعه کشی میکنیم که ببینیم چی کار کرد. میشه شماره آیدیتون رو بدین 0913، شماره تماس نیست، شماره واتساپ و تلگرام هست. 0913 999 85 29 999 85 29. فرم ها رو براتون گذاشتم، دقیقاً طبق همین فرم ها میتونید توی ورد طراحی کنید اگر دوست دارید به صورت شخصی سازی بشه، یعنی فونتش رو تغییر بدید، نوعش رو تغییر بدید. گواهی حضور جریانش رو گفتم. پیگیری میکنم اگر ارگانی بود که حالا از عزیزانی که مثلا دوست دارن واقعا گواهی حضور داشته باشن، مبلغ فقط خود گواهی رو میپرسم چقدر و بهتون اعلام میکنم. اگر دوست داشتید هیچ اشکالی نداره. من الان یک مؤسسه فنی حرفه‌ای میشناسم، دقیقا یکی از جایی که باشون صحبت کردم و حاضر بودن گواهی بدن، اما مبلغ خیلی بالا بود، فقط 920,000 تومان میگیره برای گواهیش. مؤسسه فنی حرفه‌ای هم هستا، اصلا سازمانش نیست. این اشتباه نکنید، اشتباهی که خود من کردم. خانواده میشه اینم که خوندیم و جواب دادیم. جناب ساکی فرمودن سوالتون رو ندیدم هنوز. شما محبت میفرمایید خانم پرسند که نظرتون رو میفرمایید. دوستان ایتا هنوز وارد نشدن؟ باور کنید الان 16، یعنی آخرین لحظه که من دیدم 16 نفر وارد شده بودن. لطفاً کلاسی برای کار کردن دفتر کلاس توی همون وبینار معلم آگاه پر کردن دفتر کلاسی هم توضیح میدم بهتون. و میخوام یه کاری بکنم. امسال من یه کاری کردم، 4 سال کار نکرده بودم. توی وبینار معلم آگاه میخوام یه تکنیکی رو بهتون بگم که خیلی جلو بیافتید برای پر کردن قسمت طرح درسات. چون میدونید که طرح درس 3 مدل، طرح درس سالانه
و روزانه با حالا اهداف و غیره داریم، طرح درس کلیه، طرح درس سالانه، طرح درس روزانه. اون روزانه که یعنی برنامه هر روزمون چی هست، اونو میخوام بهتون بگم که چیکار کنید که آقا مثلا بازرس اومد سر کلاستون، شما یه هفته پیش طرح درس رو نوشته باشید. یه راه زرنگ بازی میخوام یاد شما بدم. پس اصلا نگرانش نباشید. چرا ضبط شده دیگه؟ به خدا گذاشتم پین کردم. لینک موجود نیست در تلگرام. 100 خورده این نفر عضومن، چطوری میشه نباشه؟ یک لحظه من میشه شما لطف بفرمایید لینک کانال، لینک گروه تلگرام و گروه ایتا رو توی خود ایتا برای من ارسال کنید که دوباره مجدد بفرستم برای عزیزان. الان دوباره ارسال کردن، من بهتون میگم. در مورد گواهی هم گفتم، در مورد ضبط کلاس هم گفتم، در مورد سختگیری هم گفتم. همکارانی که به فعالیت‌های همکار مسخره میکنن چیکار باید کرد؟ کارورزی که میرفتم و همیشه همدیگر رو تخریب میکردم و من سال اول تدریسم نگرانم همکار با سابقه هستم که خورده بگیرن و به شوق من. همکارا شما رو مسخره میکنن، همکارا شما رو نقد میکنن، همکارا پشت سرتون حرف میزنن. ببخشید که اینو میگم، ولی میخوام رک باهاتون صحبت کنم. دستم خورد به میکروفون. میخوام رک باهاتون صحبت کنم این قسمت رو. اون همینه که اسمش اینه ما آدم‌های فرهنگی هستیم، اسمش اینه ما معلم، اسمش اینه که توی جو فرهنگی داریم درس میدیم، کار میکنیم و غیره. اما رفتار فرهنگی نداریم، رفتار درستی، رفتار با اتیکتی نداریم، رفتار مشخصی نداریم. تمام این اتفاقا هست. فکر میکنید دقیقاً بذارید یک جمله ای رو امروز بهتون بگم. یک رازی رو میخوام الان توی همین وبینار بگم که بعداً هم بقیه. خودم خوشگل کنم، اینجا هم خوشگل بکنم، چون این قسمتش رو میخوام بذارم توی اینستاگرام. سال اول تدریسم که بود، خیلی عاشق شغلم بودم. بازرسای زیادی اومدن سر کلاسم و راضی بودن از همون سال اول، چون خیلی کار میکردم و خیلی خودم رو خسته میکردم. تمام کلاسای ضمن خدمت رو میرفتم و هیچی رو جا نمینداختم، حتی کلاسای آزاد. توی یکی از کلاسای ضمن خدمت برای من غیبت رد شده بود. وقتی رفتم اداره و به مسئولش گفتم که چرا برای من غیبت رد شده در صورتی که من حضور داشتم، یه جمله به من گفت. به من گفت تو یه معلمی که من میتونم مثل یه آشغال بندازمت از توی این شغل. من امسال 5مین سال معلمیمو رد کردم، با اینکه نمیدونم حتی شاید بنابر حالا اتفاقاتی که داره توی زندگی شخصی میفته اول مهر ماه برم مدرسه یا نه. اما هنوزم همین امروز من مجدد یک دوره آموزشی خریدم برای همیشه. حتی اگر معلمی توی سیستم آموزش پرورش نباشم، اما توی دل خودم معلمیم که دانه ها بذرهام رو پرورش میده. دیگه بدتر از این نبود که من گفتم. همکارا هنوزم من همکارانی دارم که من مسخره میکنن. من همکارانی دارم که میان پیش من آموزش میبینند و من با جون و دل بهشون چیزی رو یاد میدم، اما از در کلاس که میرن بیرون برمیگردن دقیقاً چیزی که دیدم جو استادی گرفتتش. فکر میکنه خیلی حالیشه. خب اگه حالیم نیست، اگه بلد نیستم، چرا میای پیش من آموزش میبینی؟ اینا نشونه‌های رشدتونه. بخندید و بگذرید. همین. بخندید و بگذرید و دلتون با خودتون راضی باشه که دارید رشد میکنید.
اینم از راه زن. فرم ها هم گفتم. کاش تاریخ وبینار ثبت نامش بعد جواب آزمون استخدامشه. جواب آزمون استخدامیتون کی میاد خانم علی محمدی؟ اینو به من میگین؟ لینک بالا نمیاد. لینک درست بود. خدا رو شکر یکی گفت لینک درست بود. یکی گفت مثلا اینو یه ذره بیام اینورتر. مرسی. نه اشکال نداره توی ایتا عضو باشید. الان درست شد. هورا هورا. چرا این گواهی ها سرچ نمیشه؟ یعنی چیز گواهی سرچ نمیشه؟ متوجه سوالتون نیستم. گواهی نداره. خواهش میکنم. یه سوال دارم. امکانش هست راهنمای فرمه امسال سال دوم تدریسم هست، اولین روز تحصیلمون رو با توجه به نوآموزان چطوری شروع کنیم و ایجاد انگیزه کنیم که با علاقه تر بیان. اگه مدرسه دولتی باشن که رسما روز اولتون رو هواه، چون تا زنگ آخر دارن کلاس بندی میکنن. اگه مدرسه غیر انتفاعی باشین که همه چیز منظم و مرتبه، دقیقا میتونین از برگه‌های هوش کار توی یکی از زنگاشون برای رنگ‌آمیزی استفاده کنین. خودتون رو معرفی اول کار خودتون رو معرفی میکنین. 1 2 بچه‌ها خودشون رو معرفی میکنن. 3 شعر، داستان، بازی میتونید استفاده کنید برای اینکه بچه‌ها با هم دیگه آشنا بشن. 4 قوانین کلاسیتون که خیلی مهمه معرفی کنید به بچه‌ها و نشون بدین از همون روز اول چقدر نسبت بهش مقتدر هستین. و چیزی که خیلی مهمتره اینه که دلیل قوانین کلاسی رو به بچه‌ها بگید که چیه و از خود بچه‌ها این دلیل‌ها رو بخواید که بگن. چند تاشو شما اشاره کنید، بقیه‌اشو خود بچه‌ها بگید. اینجوری میشه که علاقهشون بیشتر میشه به شما و میدونن هر کارتون دلیل. دیدین لینک درست شد؟ سلامت باشید. ضبط شده. با تشکر از شما. سلامت باشید. زنگ تفریح با معاونین مدرسه هست. به یاد داشته باشید شما فقط مسئولیت کلاس دارید. به هیچ عنوان مسئولیت زنگ تفریح بچه‌ها رو نپذیرید. اصلاً و مراقب باشید اول سال ازتون امضا نگیرن به خاطر این مورد. اینا اتفاقاتیه که سر من اومده دارم بهتون میگم. قسمت پرسش و پاسخ چون نمیدونم واسه شاید قسمت پرسش و پاسخ زمانی که ادیت کنم نذارم، چون که یه سری حرفایی دارم میزنم، نمیخوام بعداً برای خودم حالا درد سر بشه و اینا. لینک حضور غیاب نیست خانم اطمینان عزیز، لینک نظردهیه. من مجدد میرم روی این که بدونید جریان لینک چیه و باید عضو بشید توی گروه ها. مدرسه غیر انتفاعی سابقه میخواد، قبول نمیکنن، چیکار کنیم؟ دنبال مدرسه دیگه بگردید. و اینکه روی مهارت های خودتون یک جوری کار کنید که اونی که شما رو قبول نمیکنه خودش چیزی از دست داده باشه، نه شما. اینو از من یادگاری داشته باشید. در مورد جلسه اولیا تمام این موارد توی وبینار معلم آگاه توضیح میدم بهتون. و اینکه بخواید بدونین کی هست و چی هست و کجا هست، باید حتما استوری های تلگرام رو ببینید، استوری های اینستاگرام رو ببینید و اونجا پیگیر باشید که از اون غافل نشید. تمام مواردی که گفتم برای ساکت کردن بچه‌ها، ببینید توی بچه پسرها من سابقه یعنی تجربه کار با بچه پسر نداشتم، اما چیزایی که گفتم به همکارایی که بچه پسر داشتن واقعا جواب داده و راهکار بوده براشون. قانونای 1 2 3، قانونای دست 1 2 3 سر جاتی، 1 2 3 سر جاتی. جدی بودن شما،
حالت صورتتون توی صحبت کردنتون و این جدیت شما رو نشون میده. اینکه زیر لب دارید میخندید، اینکه دلتون قنج میره حتی بعضی وقتا براشون رو نذارید بفهمن. بچه پسرها و همچنین بچه کلا دانش آموزا سوء استفاده میکنن از این مورد. غیر انتفاعی واقعا این چیزا حالیشون نیست. از آخر مدیر میگه که تو تربیت داخل کلاس خوب نبود که الان یه چیزی توی مدرسه غیر انتفاعی هست. اونم اینه که توی مدرسه غیر انتفاعی اینطوریه که والدین چون مثلا هزینه زیادی کردن برای بچه‌هاشون فکر میکنن معلم خریدن و مدیر هم دقیقاً این حس رو نسبت به معلم داره، بچه‌م این حس رو نسبت به معلمش داره. اما چیزی که هست اون هزینه‌ای که اولیا کردن هزینه‌ای نیست که تو جیب معلم بره، هزینه‌ایه که تو جیب مدیر و مؤسس رفته. من معلم غیر انتفاعی میشناسم داره همین الان 500,000 تومان یا 1,000,000 تومان میگیره ماهیانه. آیا میشه با ماهی 500,000 تومان زندگی کرد؟ میشه؟ واقعا نمیشه. اما متاسفانه اشکال از خودمونه که ظلم رو میپذیریم و در مقابلش نمیستیم و مجبور به سکوتیم. سلامت باشید. کلاس دیگه تمام هست. دوستان عزیز، کد تخفیف الان نیست. کد تخفیف توی پیوی کسایی ارسال میشه که نظراتشون رو توی گروه به ما بگن. کد تخفیف الان نیست. لینک وبینار امروز رو هم توی گروه براتون ارسال میکنم ولی فردا میشه، به خاطر اینکه حتما باید ادیت کنم فیلم رو. نه خیر، گواهی نداره. در مورد گواهی توضیح دادم. نخندین بهم. استوری اینستاگرام یه زبونم میگیره. معلمم توی کلاس 45 دقیقه 30 دقیقه حرف میزنه. 2 ساعت دارم صحبت میکنم. برای کلاسم بعضی وقتا یه چیزایی که میگم بچه‌ها میخندن، خودم هم پا به پاشون میخندم. این دقیقا یکی از تکنیکاییه که وقتی یه چیزی اشتباه میگید بعد موقع بچه‌ها دیگه دستتون نمیندازن، خودتون که اونو تکرار بکنین. و همچنین یکی از تکنیک‌های فن بیانه ها این چیزی که دارم میگم. یه چیزی اشتباه میگید پیش میاد، خودتون رو تکرار کنید. یه بچه‌ها براتون دست نمیگیرن و اذیتتون هم نمیکنن. خدا قوت. صفحه فایل ها رو توی گروه ها میفرستم. خدا قوت. خسته نباشید. اگر سوالی مون که پاسخ ندادم اول بازخوردتون رو توی گروه به هم بگید و بازخوردهایی که کارساز باشه. اگر جای ایرادی بود حتما بیان کنید. میدونید که سیستم بازخورددهی چه شکلیه. بازخورد درست استانداردش اینه: 1. نکات مثبت رو بیان میکنیم. 2. اگر مورد منفی بود بیان میکنیم. 3. برای اون مورد منفی راهکار پیشنهادیمون رو ارائه میدیم. پس طبق استاندارد بازخورددهی منتظر بازخوردهاتون در گروه ایتا و گروه تلگرام هستم. فایل وبینار رو ضبط و خدمتتون ارسال میکنم. البته اول ادیت میکنم بعد ارسال میکنم لینکش رو و همچنین فایل های ورد و فایل های پوست کار رو هم میفرستم براتون توی گروه ها. در مورد هدیه هامون هم، هدیه های ما این بود که عزیزانی که توی وبینار حاضر بودن و یا حتی فایل وبینار رو میرن و به صورت آفلاین میبینن و به ما بازخورد میدن، کد تخفیف 50% براشون ارسال میشه. و برای عزیزایی هم که روی استوری امشب ریپلای کنن و نظراتشون رو بگند 5 نفرشون به قید قرعه رایگان توی وبینار بعدی میتونن شرکت کنن. وبینار بعدیمون هم وبینار معلم آگاه هست که سرفصل‌ها و تمام شرایطش توی اینستاگرام عنوان میشه. کم کم پله پله. مطمئن باشید طبق همین روال چیزهایی بهتون خواهم گفت که از هیچ جایی نشنیدید. حداقلش 50%ش اینطوری هست. 50% دیگهش هم
تکرار باعث عادت میشه. خدا قوتتون بده. مرسی از تک تک عزیزانی که حاضر بودن. یک دنیا ممنون. امیدوارم همیشه سلامت و شاد باشید.